یو مسئله حضرت سلیمان و مرجله استا. روزی حضرت سلیمان یو مرجله روانو ای مرجله، ای مخلوق همایی، ته سارد چندک رزق وانی. مرجله تو وانو ای پیغمبر، از سارد یو حبکی غلی رزق ونا. الرزاق یو حبکی غلی دانومه. حضرت سلیمان وانو از باونی نو مرجاله راشت وانو یا نه. او سمد را مرجالی دکن و زاره یو شوشا و یو حبکی غلی دکن و وره ای و پایی یو سارا بینی وندانو. والحاصل کلام سر قدینا دور سر یانا حضرت سلیمان وانو از باونی جه نو مرجاله رزق خوورد و یا نه. شنو اونیانو جه کی حبکی غلی نمجتا او سمد را پرسانو وانو ای مرجاله، تو با رزق می یو حبکی غلی یا مزی یو حبکا غلی داتو قی سبه چیه تو نیمه کرده نیمه و بین تو نیورده. مرجاله تو وانو ای پیغمبر، هر سری هر رزاقی رزق می داینه او سمد را مزانه اینه که پاشته می پیتا هما تعالی رزق می دانون ما رزق خو وردنه. لفقط تو و از رزق تو دانا پاشته می تو را پیت نیا که ته عاجزی تو نیشکنی رزق یو چیک بدی. او سمد را ما نیمه ورد نیمه و بینزی مسارا بین ری وردا. نا مسئله دمار یو عبرت استو انسان زاف عاجزو و نیشکن و رزق یو چیک زی بدو. چمکی الرزاق همایو انسان اکه واجو از رزق یو چیه دانا و وقت بنو شاریک هما تعالی ری بنو یو انسان کو شرک کرده